بروبکس گایز، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستید حالتون عالی 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 باشه. امروز اومدیم 10 تا از بهترین اتچمنت های چی رو بدیم، 100% بتل رو بدیم برای بتل پلیرامون. دیگه خیلی به مولتی پلیر رسیدگی کردیم، بتل پلیرها رو فراموش نکنیم. نگاه کن این 10 تا رو جوری چیدم براتون دقیقاً مثل همین گیتاره بره فرق سر انمی. نگاه اینطوری. خب حالا قضیه از این قراره که 2 تا شاتگان براتون آوردیم، 3 تا رایفل، 3 تا SMG، یه دونه LMG، یه دونه هم اسنایپ. خب حالا بدون معطلی بریم که همه رو با هم تستشون کنیم. خب اول بریم سراغ اتچ شاتگانمون. اولین اتچ اینجا HS رو داریم. خب بچه ها نگاه کن، HS کلن یکم وقتی برش میداری موومنتت یکم به هم میخوره. البته اگر موومنتت رو درست بزنی و بعد تیرو بزنی اوکیه، ولی در کل این اتچی که براتون آوردم حداقل 95% مواقع وان شاته و بیشتر مواقع هم 2 شات بزنی اوکیه. حالا دیگه پرش بره 3 شات. ADS تایمش هم اوکیه، ولی فکر کنم یکم پایین باشه چون یه چیزای دیگه اضافهش کردیم که بیشتر، یعنی درصد وان شات شدنش بالاتر بره. و داخل مپ این پیلکای ADS تایم رو بندازید روش، همون است یه آدم یه تفنگ تو دستشه، سرعتش میره بالاتر. و آره خلاصه میتونید این اتچ رو بردارید و عشق کنید. اینم از اتچمنتش. خب حالا واسه دومین شاتگانمون بریم سراغ کریم ململانی. نگاه کنید این اتچی که روی این کریم براتون چیدم، یعنی میتونم بگم 99% مواقع وان تپه، اصلا از هر رنجی. میبینید الان دیگه خودتون دارید نگاه میکنید، قشنگ وان شات بزن پس کلش بیفته. نگاه کن بزن پس کلش فقط. این اتچ از همه لحاظ خوبه، هم برای یعنی عالیه، نه رو موومنتتون تاثیر میذاره، ADS تایم بالایی داره، فایرنچش خوبه، یعنی اوکی میزنه، همه چیش اوکیه از نظر من که اوکیه. حالا باز خودتونم میتونید برید برش دارید تستش کنید و ببینید. میبینید که قشنگ هر رنچی من دارم میزنم وان تپه. حالا شاید بعضی وقتا 2 شات نیاز باشه تا اینم از اتچش. خب حالا بریم سراغ رایفل پلیرامون. از نظر من بین این 3 تا اتچ رایفلی که براتون آماده کردم 117 رتبه سومو میگیره. حالا میگید چرا؟ چون از نظر من اون 2 تای دیگه فایرنج بالاتری دارن و دمج بیشتری به انمی میدن، حالا چه داخل هد باشه، چه تو بدن باشه، چه تو پا باشه، و سرعت ریلودگان بالاتری داره نسبت به 117. و در کل اتچ واقعا خوبیه، یعنی خوشگل قفل میکنه رو انمی. یعنی اینو میتونم تضمینی بهت بگم قفل میکنه، اگر که به سنست مسلط باشی هر 3 تاش، نه فقط این، قفل میکنن رو انمی. اینم از اتچش. خب حالا بریم سراغ دومین رایفلمون، یعنی لاچمن. از نظر من اینه که رتبه دوم میگیره، چون که نسبت به 117 سرعت بالاتری داره و فایرنج بیشتری نسبت به 117 داره و اینکه دمج بیشتری هم نسبت به 117 میده و همینطور که مشاهده میکنید قفلیش هم یه کوچولو بالاتره، یعنی بیشتر قفل میکنه روی انمی. و آره دیگه در کل اینم اتچ به شدت خفنیه، یعنی هر رنجی رو میتونی باش بزنی. در کل جوری طراحی شده که بتونه فاصله بیشتری رو مثلا پشتیبانی کنه و دمیج بیشتری بده به انمی نسبت به بقیه گانا. و آره سرعت تیر مناسبی داره، یعنی اگر تو با یه نفر فایت تو فایت بشی رایفل، قطعا اگر این اتش داشته باشی تو میزنی، نه اون. این هم از فاصله نزدیکشه که همینطور که مشاهده میکنید جیه، یعنی بزن پس کلش فقط. این هم از اتچش. و اما بریم سراغ رتبه 1 این سیزن، یعنی BAL. نمیدونم حالا اسمشو درست میگم یا نه، اصلا اینا مهم نیست، تو فقط باید کارو ببینیم. این اتچ خداست، به معنی واقعی کلمه دارم بهت میگم، خداست. قفل کلن ایم تو بگیری رو انمی قفل میکنه. نگاه کن همینطوری، یعنی 10 برابر بهتر از اوناست. کلن بخوام درباره این اتچ بهتون بگم چیز خاصی نداره، خداست. بگیر رو انمی قفل میکنه. دمیجش درسته یکم پایینه، ولی سرعت تیرش 10 برابر بیشتره، یعنی سرعت تیرش دمیجش رو چیز میکنه، جبران میکنه. و کلا چه از نزدیک چه از دور قفلی داره رو انمی. بگیر قفل میکنه، فقط تیر بزن پشت سر هم دیگه، بگیر روش.
مثل آب خوردن میزنتش. البته که این اتش بیشتر برای فاصله دور نه از نزدیک. اینم از اتچش. خب بریم سراغ SMG پلیرامون که اولین اتچی هم که میخوام بهتون بدم مال VMP. نگاه کنید بچه‌ها، مال SMG هامون رو ایمش اصلا کار نشده، یعنی وقتی با ایم میزنی یکم لگد داره و مال بعضی دیگهش خیلی لگد داره و کلا بیشتر روی هیپ فایرش تمرکز شده، یعنی درصد ریجستر بیشتری داره تا اینکه مثلا بقیه SMG ها. وقتی هیپ میزنی میبینی، یعنی وقتی هیپ میزنی حداقل 95% هیپاتون میخوره بهش و سرعت تیر بالایی داره. اوکیه از نظر من اینه کی حالا VMP حتی چه خوبیه، ولی دوتای دیگه و به خصوص آخری خیلی بهتر از اینه. اینم از اتچش. خب بریم سراغ رتبه دوممون از SMG ها، یعنی سویچ پلی. این اتچ خیلی از VMP قبلی بهتره، به خصوص داخل هیپ فایراش. یعنی اگر اونکی 90% اصلا میگیم 80% هیپ فایراش ریجستر میشد یا مستقیم میرفت، اینکی 95% قشنگ قفل میکنه. حالا این یکی از خصوصیات خوبی که داره. اگر شاتگان پلیر، یعنی داری با شاتگان پلیر فایت میدی، اگر این گان دستت باشه با این اتچمنت بگیری روش، موومنت طرف کاهش پیدا میکنه و تو راحت تر میتونی بزنی و به خصوص قفلی داره کلا خودش. در کل یکی از بهترین گاناست، چه داخل بتل چه داخل مولتی. اینم از اتچش. و اما رتبه اول QQ9 که یعنی اینطوری بهتون بگم 10 برابر از دوتای قبلی بهتره، چه داخل هیپ فایر چه داخل فایر رنج. و اینکه اگر با ایم هم بزنید کمتر لگد داره، یعنی بگو لگد خودشو داره ها، ولی بازم کمتر لگد داره نسبت به سویچ ولی و VMP. خب بریم هیپ فایرش هم ببینیم. یعنی میتونم به جرئت بگم هیپ فایرش از سویچ پلی و VMP قبلی خیلی بهتره، یعنی چه تو قفلی چه تو فایر رنج و چه داخل سرعت و ریجسترش. یعنی تو اگر با شاتگان پلیر، چه با شاتگان پلیر چه با رایفل پلیر SMG پلیر، کلا با هر چی پلیر باشی، اگر اینو باش در فایت نزدیک هیپ بزنی بهش، قشنگ رندش میکنه، خوشگلی رندش میکنه. این هم از اتچش و قطعا بهتون توصیه میکنم استفاده کنید از دستش در این اتچو. خب بریم حالا سراغ این باباقوری هیدس، نمیدونم درست اسمشو، شما اسمش رو کامنت بهم بگید منم یاد بگیرم. بریم سراغ این یکی که جدیدن تو دست تمام پلیرها پیدا میشه داخل مچ، به خصوص تو کاستوما، یعنی میگیرن رو رنده میشی میگی خدایا این منو با چی زد. آره این تو رو دقیقاً با این باباقوری زد. اتچ خوبیه، گانش هم گان خوبی از نظر من واقعا. فایرنچ بالایی داره، قفل میکنه روی انمی مثل رایفل تقریبا، فقط تنها فرقش اینه که هیچ فرق خاصی نداره، جدی بهتون میگم. یکم بهتره، دمیج بالاتری نسبت به اونا میده و اینکه سرعت تیرش بیشتره، خشابش هم بیشتره. البته که رایفلا رو میتونیم روش هم خشاب بندازیم، ولی خب در کل اتچ خوبیه از نظر من، رنده میکنه. حتی بری جلو دراپ شات بزنی به نفته. این فاصلش هم هست که خوبه، باز اگر سنست رو سنست تسلط داشته باشی خوب میزنه. اینم از اتچش. و اما کل این اتچی که بهتون دادم به کنار، این یه دونه اتچ به کنار، اتچی چی DLQ عشق تمام پلیرها، تازه دایمنتش کردم. این اتچ هم مثل بقیه اتچای دیله، فقط یکم سرعت باز شدن ایمش فرق داره و اینکه آره مثل بقیهشون دو شات میکنه، ولی خب یکم فرقش اینه که بازم میگم اگر تسلطت روی سنست بالا باشه، یعنی تسلط داشته باشه روی سنست، مثل من قشنگ رو هد انمی قفل میکنه و راحت میتونی بزنی. اینم دو شاتش بود که بهتون نشون دادم و آره خلاصه اتچ گایدیه، خیلی گایدیه. بردارید استفاده کنید، بزنید پس کله انمی ها پشماشون بریزه فکر کنن بروکنی. اینم از اتچ ململانیش.
خب بچه، امیدوارم که تا اینجای ویدیو براتون مفید واقع شده باشه که 100% واقع شده، و اگر که خوشتون اومد ممنون میشم برای حمایت از من و دیده شدن من و کانالم. لایک و ساب ویدیو رو حتما بزنید و آره دیگه، داخل کامنت ها بگید ویدیو بعدی درباره چی باشه. بدرود.